سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی. با یک ویدیو دیگه اومدم خدمتتون از ماجرای عجیب و مرموز قبری که به نام خانواده فاقه آتشین یعنی گوگوشه. با من همراه باشید. همونطور که میدونید خیلی از هنرمندان ایرانی در بهشت‌صحرای تهران دفن شدن. اما قبر مرموز و مجهولی در بهشت‌صحرا وجود داره که به نام خانواده گوگوشه. اما چرا گوگوش این قبر رو خریده؟ آیا برای خودش خریده بوده؟ و در قبر کناری این قبر خالی چه کسی دفن شده؟ اینها ماجراهای عجیبیه که در این ویدیو براتون توضیح میدم. بعد از رفتن گوگوش از ایران خیلی از طرفدارانش هر سال 5 بهمن سر مزار پدر گوگوش میرفتن و عکس‌های سالگرد پدرش رو براش میفرستادن. اما گوگوش نه تنها پاسخی میداد بلکه بعضی مواقع اونها رو بلاک هم میکرد. اما جواب این حرکت جنجالی گوگوش رو باید در مصاحبه و خاطرات اون پیدا کرد. گوگوش از پدرش هیچ وقت دل خوشی نداشته. برای رسیدن به ماجرای اون قبر خالی و مجهول و عشقی که گوگوش رو به مرز جنون و افسردگی رسونده بود، باید اول یه مرور کوتاه و کلی به زندگی خود گوگوش داشته باشیم. پدر گوگوش آقای صابر آتشین بود و مادرش نسرین صبحی نوری. هر دو اهل آذربایجان بودند. پدرش از آذربایجان ایران و مادرش از آذربایجان شوروی. گوگوش 15 اردیبهشت 1329 به دنیا اومد. 1 سال بعد برادرش فریدون به دنیا اومد. صابر آتشین در 2 سالگی گوگوش و 1 سالگی فریدون که فری صداش می‌کردن قصد تجدید فراش کرد و مادرش از این مسئله باخبر شد. خانم نسرین از صابر آتشین به خاطر اون ازدواج دوم طلاق گرفت. سرپرستی گوگوش و فریدون رو پدرشون به عهده گرفت. بعضی وقتا فریدون پیش مادرش هم میرفت و مدتی میموند. اما گوگوش چون منبع درآمد پدرش بود کلاً از دیدار با مادرش محروم میشد و اجازه نداشت مثل فریدون پیش مادرش بمونه. ازدواج دوم پدر اون 1 سال بیشتر دوام نداشت و ازدواج سومی صورت گرفت که حاصلش هم 2 برادر ناتنی دیگه شد. گوگوش و فریدون توسط نامادری یعنی همسر سوم پدرشون خیلی مورد ضرب و شتم و نامهربونی ها قرار می گرفتن. در تمام اون روزها تنها عشق به زندگی برای گوگوش برادرش فریدون بود. گوگوش از همون زمان خردسالی انگار مادر فریدون بود. همه جا مواظبش بود و نقش بزرگتر و تکیه‌گاه رو برای اون بازی میکرد. گوگوش از همون زمان خردسالی اینقدر با استعداد بود و کاراش گل میکنه که حتی پاش به دربار هم باز میشه و اجراهایی در حضور ملکه ثریا و محمد رضا شاه و البته چند سال بعد اجراهایی برای شاه و شهربانو فرح داشته. اما این دختر بچه موفق و شیرین زبون و به اعتقاد خیلی ها نابغه کودکی پردردی داشته. رفتارهای خشن نامادری با گوگوش و فریدون و کتکهای بیرحمانه‌ای که می‌خوردن، آزار و اذیت‌های مختلفی که در تمام اون سالها باعث شده بود که گوگوش به خاطر برادرش خیلی قصه بخوره و به خاطر برادرش از زن پدرش و پدرش کینه بدی به دل گرفته بود. فریدون به خاطر فشارهای نامادری که مدام باید زمینشویی میکرد روماتیسم گرفته بود و از پا به قلبش زده بود. فریدون مشکل قلبی پیدا کرد و به گفته خود گوگوش هر دوی اونها کودک کار بودن و تنها روابط عاطفی و عاشقانش فقط با برادرش فریدون بوده. عشق گوگوش به برادرش باعث شده بود که بعد از به شهرت رسیدنش معمولاً برادرش فریدون همه جا همراهش بود. حتی در سال 53 قرار بود که با هم فیلمی هم بازی کنن اما قسمت نشد. دوران اوج شهرت گوگوش بود، دوران ازدواج عاشقانش با بهروز وثوقی که جنجالی در فضای سینما و رسانه‌ها برپا کرده بود. بهروز فریدون رو هم مثل برادر خودش میدونست. ازدواج جنجالی و پرشور اونها اما 1 سال بیشتر دوام نیاورد. روز یکشنبه 18 مهر ماه سال 55 بود. وقتی گوگوش از اجرای شو تلویزیونی پنجره ها برگشت، به منزلش تلفن شد و بهش خبر بدی رو دادن. برادرش فریدون توی بیمارستان نمازی شیراز به دلیل سابقه بیماری قلبی که داشته سکته کرد و فوت شد.
اون هم وقتی که تنها 3 ماه از ازدواجش میگذشت و مدت کمی بود که همراه تازه عروسش به شیراز مهاجرت کرده بودن. صابر و گوگوش و بهروز راهی شیراز شدن و به شبانه جسد فریدون رو به تهران انتقال دادن. فریدون رو در بهشت زهرای تهران به خاک سپردن. اما 2 ازدواج نافرجام از این مرگ به یادگار موند. ازدواج فریدون با همسرش که فقط 3 ماه دوام داشت و ازدواج گوگوش با بهروز وثوقی که فقط 1 سال دوام پیدا کرد. طلاقی که صرفاً به دلیل افسردگی شدید گوگوش بود، نه دلزدگی بود و نه اختلافی. این 2 ازدواج نافرجام حاصل مرگ ناگهانی فریدون جوان بود. اون داستان که در مورد ارسال عکس‌هایی از قبر پدر گوگوش گفتیم، عکس‌العمل عجیب گوگوش که در حقیقت برمیگرده به علاقه زیاد گوگوش به برادرش. خیلی هم به دنبال قبر فریدون آتشین بودن تا برای گوگوش عکسش رو ارسال کنند، اما همه جستجوها بی نتیجه بود چون شخصی با این نام در تهران به خاک سپرده نشده. داستان برمیگرده به 20 سال قبل از فوت فریدون. مادر گوگوش و فریدون به دلیل اختلافات زیادی که با صابر آتشین داشت، فامیلی فریدون رو تغییر داده بود و نام خانوادگی فریدون دیگه آتشین نبود و در شناسنامش فریدون صبحی نوری شده بود، یعنی فامیلی مادرش. وقتی قرار شد فریدون صبحی نوری در بهشت زهرا به خاک سپرده بشه، مادرش فقط 1 درخواست از صابر آتشین داشت. اونم این بود که قبری رو رزرو در کنار مزار پسرش داشته باشه. صابر آتشین که همه کارهای کفن و دفن رو انجام داده بود، به توصیه همسر سابقش 1 قبر خالی هم در کنار قبر فریدون خرید و برای مادر گوگوش رزرو کرد. روی سنگ قبر فریدون اثری از نام صابر آتشین یعنی پدرش نبود. 2 سال گذشت تا به گفته دختردایی گوگوش نسرین صبحی نوری اجازه داد تا نام صابر آتشین در زیر نام فریدون روی سنگ قبرش نوشته بشه. بعد از انقلاب و مهاجرت ناخواسته ایرانی‌ها، صابر آتشین مدتی در استانبول ترکیه ساکن بود و در بهمن ماه سال 64 روی صحنه درگذشت. جسدش رو به ایران منتقل کردن و در قطعه 96 بهشت زهرا به خاک سپردن، در حالی که 1 قبر خالی در کنار فریدون به نام صابر بود. علی عباسی روایت شنیدنی رو در مورد مرگ صابر آتشین نوشته. اون گفته 1 غروب در زمان جنگ بود که شوهر گوگوش تلفن کرد و گفت صابر آتشین پدر گوگوش در ترکیه فوت شده. با شنیدن خبر مرگ صابر از همایون مصداقی خواستم برای تسلی دادن به گوگوش اونو همراه خودش بیاره تا برای مراسم ختم برنامه ریزی کنیم. با ناراحتی گفت پدرش در ترکیه وقتی داشته روی سن برنامه اجرا می کرده سکته کرده و همون چیزی شده که همیشه آرزوش رو داشته. اون همیشه آرزو داشته روی صحنه بمیره. اون شب با کمک همسر گوگوش یعنی همایون مصداقی قرار شد مجلس ختمی رو 3 روز بعد در خانقاه سیفی علی شاه برگزار کنیم. چاپ آگهی در روزنامه با اسم صابر آتشین و گوگوش ممکن نبود. پس تلفنی به همه دوستان خبر دادیم و روز و ساعت مقرر عازم محل ختم شدیم که اطلاع دادن مسئول خانقاه مراسم رو کنسل کرده. ضربه‌ای که از منع برگزاری مراسم به گوگوش وارد شده بود خیلی شدید بود. اون چند روز حالش بد بود. اما سال 79 گوگوش که به خارج از ایران مهاجرت کرد، مادرش رو هم همراه خودش برد، یعنی مادرش مدتی بعد به اون ملحق شد. اما زمان زیادی رو در کنار گوگوش زندگی نکرد. مادرش در 14 فروردین 1382 درگذشت و در آمریکا به خاک سپرده شد. مادری که آرزو داشت در کنار فریدونش دفن بشه و قبر بهشت زهرا هنوز هم خالی مونده. سالها از خالی بودن اون قبر در کنار مزار فریدون آتشین گذشته و همه دوست دارن بدونن که چه کسی در اون قبر دفن میشه.